ای مسلمان، ای کسی که میری گناه و معصیت انجام میدی کسی نمیبینه، خدا را فراموش نکن، قدرت پروردگاری عالم را فراموش نکن، عذاب پروردگار فراموش نکن. امتان گذشته چیکار میکردن که به عذاب خداوند گرفتار شدن؟ قوم نوح و قوم لوط چیکار کردن که خدا نابودشان کرد؟ اینها در مقابل پروردگار تکبر کردن و استکبار کردن، در مقابل شاهنشاه زمین و آسمان تکبر کردن. خدای تبارک و تعالی چگونه نابود کرد؟ بنان سروران عزیز و بزرگوار، نشه که روز قیامت با اعمال خوب بریم، با نماز بریم، با طاعت بریم، با حج بریم، با زکات بریم، الله بگه همه نمیپذیرم، بریم دنبال کار خود به طرف جهنم پروردگاری عالم. این خیلی خطرناک هست سروران عزیز و بزرگوار. بنان باید من و شما در جلوت و در خلوت متوجه خدا بشیم. وقتی که مردم حضور دارن متوجه الله سبحانه و تعالی بشیم، وقتی که کسی حضور ندارن متوجه الله سبحانه و تعالی بشیم. خب دیگه اولیایی، یک انسان ولی خدا چی کسیه؟ کسی که در خلوت و در جلوت از الله سبحانه و تعالی میترسه. فرشتگان پروردگاری عالم که گناه نمی کنن کمال ندارن، چون که فرشتگان خدا شهوت ندارن. کمال تو جوان مسلمان داری که با گناه و معصیت روبرو میشه و گردن شیطان رو میشکنی. تو با نماز و تهجد و زکات و عبادت، اخلاص و تقوا و خدا ترسی پروردگار خود، تو گردن شیطان رو میشکنی. تو جوان کمال داری، تو جوان یوسف صفت کمال داری، تو جوانی که گناه و معصیت آماده میگی معاذ الله، پناه بر خدای جهان، پناه بر خدا، من گناه و معصیت انجام نمیدم. جبین تو جوان قابل بوسیدن هست، به خدا قسم. و تو هستی ولی خدا و دوست پروردگار عالم. ای جوان مبارک و ای جوان مسلمان و مخلص و ای خواهر با عزت و با عفت، وقتی میبینی جامعه به حجاب شده تو به حجاب نمیشوی، وقتی میبینی جامعه به طرف فساد و فحشا و منکرات قدم میگذارد تو قدم نمیگذاری، تو خواهر مسلمان مقبول پروردگار عالم خود هستی. ای خواهر مسلمان و ای برادر مسلمان، بنان سروران عزیز و بزرگوار، باعث میشه که اعمال ما نابود بشه، از بین بره. اینه که من و ما مسلمانان وقتی در جلوتیم گناه نمی کنیم، ولی در خلوت که می رویم باز گناه و معصیت انجام میدیم. اجماعاً صلوات بلند. مسئله بعدی، مسئله که باعث میشه که اعمال انسان ها حبط بشه، از بین بره، نماز مسلمان، زکات مسلمان، حج مسلمان، صدقات مسلمان از بین بره، مسئله بالا بردن صدا بر صدای نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. در زمانی که حیات داشتن رسول مقبول صلی الله علیه و سلم، برای اصحاب این آیه نازل شد: یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صدای خود را بر صدای نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بلند نکنید، صدای خود را بلند نکنید. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، مانند که یکی با یک دیگر صحبت میکنیم به آواز بلند، در مقابل نبی اکرم صلی الله علیه و سلم متوجه باشیم که بلند صحبت نکنیم. چرا؟ ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. صدا بلندی در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم باعث میشه که اعمال شما حبط شود و انتم لا تشعرون، شما بیخبر باشید و شما ندارید که اعمال من باطل شده و از بین برفته. صدا بلندی در مقابل نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. امام قرطبی رحمه الله تعالی در تحت این آیه مبارکه می فرماید وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم در دنیا حضور داشتن، صدا بلندی در مقابلشان، ولی حالا که رفتن در زیر قبر می فرماید که وقتی کسی میره در روضه رسول الله صلی الله علیه و سلم به سرزمین محمد رسول الله امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گام بر می دارد و در مقابل روضه رحمت للعالمین قرار می گیرد، نباید صدای خود را بلند کند. اگر صدای خود را در مقابل روضه رسول الله و مزار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بلند کرد، خدای تبارک و تعالی اعمال او حبط می کند.
این مقام افضل الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هست. سروران من، صدا بلندی در مقابل پیامبر اکرم باعث بطلان اعمال انسان می شود. در مقابل رسول معظم اسلام، آنانی که می روند به خانه پروردگار عالم به حج و از اونجا می روند به سرزمین دوست، سرزمین سلطان قلوب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، بر روبروی گنبد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم استاده می شوی و سلام و درود خود را بر رحمت للعالمین می فرستید. بسیار آرام الصلاة والسلام علیک یا رسول الله چنین بفرستید، صدای خود را بلند نکنید. امام قرطبی رحمه الله در تفسیر قرطبی پیرامون یا چنین توضیح میدهد و مفسرین دیگر. بنابراین یکی از جمله اسبابی که اعمال انسان ها هبط می شود، از بین می رود، صدا بلندی در مقابل نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. سروران من، مسئله آخرین، به خاطر که هوا گرم است من صحبت را خلاصه می کنم. مسئله آخری، مسئله مهم و بحث مهم من از اینجا آغاز می شود که خیلی مهم هست و توجه همه شما را من می خواهم به این اسباب آخری که باعث حبطه اعمال انسان همی شود و مسلمان همی شود جلب نمایم. مسئله آخری بد بردن از عمل کردن به قرآن هست. کسی نعوذ بالله من ذلک آیه قرآن، حکم قرآن، دستور قرآن بیاید، بعد ای بگه من دوست ندارم به حکم قرآن عمل کنم. الله سبحانه و تعالی کلا اعمال تو حبطه شد و از بین رفت. آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی می فرماید ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. وقتی از آنچه که الله سبحانه و تعالی نازل کرد بد بردن، خدای تبارک و تعالی اعمالشان به حبطه گردانید. امروز بیایی من و شما آیا اعمال ما موافق و مطابق به قرآن هست؟ قرآنی و دینی و اسلامی بشود؟ محافلی که امروز برگزار می شود، محافل سو، محافلی که خلاصه خلاف قانون خدا و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، آیا ما راضی نمی شویم به این محافل؟ اگر راضی شدیم به مصداق آیه قرآن اعمال ما حبط می شود. کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. یکی از عزیزان در کنار همین مسجد زندگی می کند، در همین هفته آمد گفت جناب فلانی، گفتم بله. گفت یک محفل عروسی ما داریم. گفتم بسیار خوب. گفت دوست دارم مطابق قرآن، مطابق احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم برگزار کنم. نمیگذارن. میگن آیا ختم قرآن گرفتی که محفل خود را اسلامی برگزار میکنی یا فاتحه وجود دارد؟ نمیگذارن. تو چی میگی؟ من لحظات با هم دیگر گفتگو شد و بالاخره شخص قانع شد و رفت و این محفل برگزار شد. این محفل اسلامی برگزار شد. بیایید ای امت اسلام، من پیام میدهم برای شما، از محافل غیر شرعی، محافل غیر اسلامی، محافل غیر دینی جدا بپریزیم. سروران عزیز و بزرگوار، امروز محافل غیر اسلامی به سرزمین خیلی جریان دارد. باور کنید دوستان از اطراف میاین، چرا شما از روی منابر بیان نمی کنیم؟ خب ما بارها و بارها بیان نکردیم مگر؟ چرا گوش نمیگیرن؟ آنانی که دنبال گناه و معصیت میگردن و مخالف علما میکنن، به خدا قسم مخالف خدا و پیامبر میکنن. عالم بیچاره که میای از سوز دل از آن احادیث و آیات قرآنی که خوانده و در ذهن خود سپرده برای ملت بیان میکند، اون دلسوز به خدا قسم. ولی کسی میاد مخالف عالم کار میکنه، بعد میگه من بنده واقعی پروردگاری عالمم. کجا شد بندگی تو با خدا و پیامبر که اعمال خود را، محافل و مجالس خود را طبق آیه قرآن ما سپری نمی کنیم و انجام نمی دهیم؟ بیاییم عزیزان من احکام خدا را پیاده کنیم، بترسیم از عذاب پروردگار. گله داریم رئیس جمهور، خلاصه چنین و چنان داریم. گله داریم روز به روز ترور میشه. چکار کردیم ملت افغانستان؟ چکار کردیم؟ چی اعمالی انجام دادیم؟ اعمال خود را مطابق قرآن و سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بکنیم. به خدا قسم همه اسلامی شوند. ما خرابیم، ما مشکل داریم، ما مطابق اعمال شرعی انجام ندادیم. شرم برای ملت هرات که در کار محافلشان از علما کرده خواننده ها بیشتر رول داشته باشه. خواننده فاسق را گرفتن بیاین
و در اونجا اعمال شنی و قبیح و بدی انجام داده شه، علما هم سکوت کنن، نمیشود سکوت. به خدا قسم عالمی که در چنین قضیه سکوت میکنه به صحرای محشر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم یه خانش را میگیرد. چرا تو متوجه نمودی؟ امت به گمراهی رفت، مردم گمراه شدن، زن و مرد مسلمان به بیراه رفت، چرا صدای خود را بلند نکردی؟ همین که از دست ما می آید، همین که می آید من برای شما بگم والله قسم خوب نی قسم بخورم، همه از دلسوزی میگم، دل ما برای ملت می سوزد که چنین حالات به جامعه خود و سرزمین خود ببینیم. بنابراین سروران من، وقت من و شما گذشت، بیاییم اعمال خود را طبق سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم انجام بدهیم. اجماعاً صلوات بلند. والحمد لله وقتی که انسان بعضی از بندگان محبوب را میبیند به شوق میآید، مایوسیش دور میشود. ما در اجماعاً تکبیر کفر شکن. نکته آخرین هست و سخن را خاتمه میدهم. دیروز یک بستربندی بود، من رفتم در یکی از دهات هرات بود، باور کنید انرژی گرفتم، خدا را شاهد میگیرم، خوب نیه قسم خوردن، بارها گفتم. رفتم در آنجا، هوا به شدت گرم بود، به شدت گرمی هوا، عرق از ما مثل ابر بهاران جاری بود. رفتم در یکی از دهات، خیلی خلاصه اصرار ورزیدن بیایید در کنار علما شما هم باشید. رفتم در آنجا، کمپ زده بودن، آنقدر گرم بود طاقت نمیشد. من وقتی در اونجا رفتم سخنرانی می کردم، به خدا قسم جوان و پیر اشک از چشمانش در این هوای گرم میریخت به خاطر قرآن و به خاطر پروردگار عالم. برای آنها گفتم میدانید چرا از راه دور ما به ده شما آمدیم؟ این همه علما آمدن، چرا آمدن؟ به خاطر قرآنی که در سینه شما و در قلب شما وجود دارد، به خاطر اعمال صالحه شما ما را کشاندید در اینجا در این هوای گرم. با والله عزیزان من که این هوای گرم تأثیری نداشت. اینها را دیدم گفتم الحمدلله که در چنین جوانان هم ما داریم اینقدر عشق و علاقه‌مندی نسبت به قرآن دارن. بنابراین سروران من، هوا گرم است، وقت شما را بیشتر نمیگیرم. پیام خود را من که رساندم، پیام خود را رساندم. برادر منی پیام خود را برای برادر خود رساندم. خلاصه هر همسایه منی پیام خود را برای همسایه خود رساندم. قوم منی پیام خود را برای قوم خود رساندم. ملت هرات شما شر ما هستید، پیام خود را برای شما شر رساندم. تمام ولایات افغانستان پیام خود را رساندم که صحرای محشر ما بتوانیم جوابگوی پیش نبی اکرم صلی الله علیه و سلم باشیم، نشه که رسوا بریم به حضور محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. و خطهای بسیار زیادی هم روان کردن و گفتم ما مریض هستیم، خدای تبارک و تعالی مریض های همه امت اسلام را شفای عاجل و کامل عنایت بفرماید. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولنا ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا